گفتن کسی که در وضو گرفتن و غسل زیاد حساس است و وضو غسلش طول میکشه و نمیدونه که وسواس هست یا خیر، باید چیکار کنه و اساسا زیاد شک میکنه در اینکه آیا آب به اعضای بدن رسیده یا خیر؟ جناب استاد وحیدپور بفرمایید. اینکه ما بدونیم حالا وسواس هستیم یا نیستیم فرق نمیکنه. این کاری که ایشون میکنه این مورد عرض میشود که قبول شرع نیست. حالا اسمش هر چی میخواد بذاره، میگه من نمیدونم اصلا، که ما میدونیم این حدی که ایشون میگه این دیگه حد یه جورایی وسواسه، حالا نمیخواد بپذیره. وسواس شدیدم نباشه در هر صورت قدم‌های اولیه وسواسه. این که شما وضوتون رو طول بدید، غسلتون رو طول بدید. نماز اشکال نداره ها، نماز رو هر چی میخواید طول بدید، اونم نه به خاطر وسواس. راه طول دادن نماز دو تا حالت داره. یه وقت است که شما 3 بار هی حمدو میخونی، این وسواس. نه، یه وقت است که نه، یه سوره طولانی میخوای بخونی، بعد از هم قنوتت رو طول بدی، رکوعت رو طول بدی، سجدت رو این مطلوبه، این خوبه. اما وضو و غسل اینجوری نیست. خیلی نکته شک بکنین که آب رسیده به این نکته که عرض کردم خیلی نکته جالبی است. اصلا ما در احکام و در دستورالعمل‌های شرعی هیچ نداریم که خوب است که انسان وضوی خود را طول بدهد، خوب است که انسان غسل خود را طول بده. اصلا نکته داره، لم داره، کد داره. معناش این است که ما در این جور کارها مبتلای به وسواس نشویم، چون طول دادنش دیگه مثل نماز نیست که آقا یا آب ریختن سر و گردنه. حالا این 2 جوره یا نه؟ مثل نمازه که سوره بعد از هم 10 جوره، 100 جوره. شما میتونی سوره یاسین بخونی، اینجا نه دیگه، اینجا موقع آب بریزی سر و گردنه. پس بنابراین اینجا طول دادن خودش وسواسه. اسمش رو شما چه بذارید وسواس، چه نگذارید، چه بگید من کسی رو شکم، چه بگید که نمیدونم چیه. در هر صورت این کار بیماریه، چه در وضو چه در غسل این بیماریه، چه در پاکی و نجاست فرق نمیکنه. اونم همینطوره. در شرع مقدس فرموده است که مستحب است که شما یه سری میخواد آب بکشید 10 بار آب بکشید. کجا داره همچین چیزی؟ آب بکشید تمام. درست. و در خصوص وضو و غسل همین که شسته میشه اعضا، حالا چه بدن، برای غسل آب به پوست و عضو برسه کافی، کفایت میکنه.